از اکارت توله میپرسن پروسه خلق کردن چگونه اتفاق میفته. اکارت توله میگه اگر شما میخواهید چیزی رو خلق کنید که یک چیز خودخواهانه، نفسانی یا ایگویی نیست، از اعماق وجودتون متوجه خواهید شد که چیزی میخواد از طریق شما خانه نیست که داریم در رابطه باهاش صحبت میکنیم. بذارید مثال بزنم. مثلا جای خونتون رو تغییر بدید و به محله بهتر و آرومتری برید، یا خونه بزرگتری بگیرید، هر جایی که دوست دارید، آرومتر، گرمتر و بهتر از همینی که الان دارید. ممکنه یه دیدی از اون چه که میخواید بهش برسید داشته باشید. روی اون حتما تمرکز میکنید. قوی ترین راه برای منیفست کردن رو احتمالاً میدونید. من معمولاً در موردش صحبت نمی کنم چون چیزهای مهمتر از این وجود دارن. من معمولاً در مورد اساس زندگی با شما صحبت می کنم. اما منیفست کردن یا تجلی یک چیز فرعیه که میتونه تو زندگی شما مهم بشه، مهم باشه. برای تجلی دادن آگاهانه مهمترین راز میدونید چیه؟ اشاره به اون کتاب راز ندارم با توجه به اینکه میدونم چیزهای مهمی تو همون کتابم وجود داره. تا زمانی که این مسئله رو متوجه نشید که معمولا شما میخواید خلق کنید چون که قصد دارید خودتون رو خوشحال‌تر کنید، مسئله پیچیده میشه. با توجه به اینکه قدرت منیفست یا تجلی در تجربه کامل بودن و در زمان حاله، یک کمال بدون چون و چرا. همونطور که در ادیان هم اومده، زندگی در حالت کامل خودشه. زندگی در حالت کمال خودش در حالت بودن ماست، در تجربه کردن و دانستن و درک کردنش و موجود در درون ماست. مفهوم خودآگاهی همین زندگیه. این کمال زندگیه. تمام زندگی اینه که تو متوجه این آگاهی بشی. زمانی که متوجه بشی که این فرد نیستی و آگاهی هستی، بعد از اون هیچ لحظه‌ای به غیر از لحظه حال امکان نداره برات مهمتر باشه. هر چیزی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته حتی برات یه چیز اضافیه. پس اگر چشماندازی، تصوری تو ذهنت داری از چیزی که میخوای به دستش بیاری یا خلقش کنی یا اصطلاحاً منیفستش کنی و تجلیش بدی، باید بتونی این تصورم داشته باشی که در عین حال همه چیز کامل همین الان. اون موقع این وسیله قدرتمند خلق رو تو در دسترس داری. مسیح میفرماید وقتی برای چیزی دعا میکنی اعتقاد داری که اون رو همین الان داری. من فکر میکنم اون احتمالاً این کلمات رو به این منظور آورده که یعنی احساس کنید که همه چیز رو همین الان دارید. اگه چیزی رو میخواید باید این احساس رو داشته باشید که شما همین الان داریدش. چطوری میتونید این کار رو حالا انجام بدید؟ با دقت گوش بدید. باید دنیای پدیده ها رو فراتر از کلمات تغذیه کنید. دنیای پدیده ها دنیاییه که همه چیز از اون سرچشمه میگیره که اونو ما بهش میگیم آگاهی. پس وقتی خودتون رو آگاهی میدونید اون همین الان محقق شده. بذارید با مثال شاید بیشتر روشنش بتونم بکنم. مثلا شما یک خونه زیبا تو طبیعت میخواید، فقط باید متوجهش باشید که شما یک خونه زیبا در طبیعت دارید، پس واقعا ازش خوشحال میشید. یه مثال دیگه بذارید برای خودم بگم. من یک خونه زیبا تو طبیعت نزدیک جنگل میخوام. یه دریاچه هم اونجاست، میتونم کنار دریاچه برم قدم بزنم. حالا چی دارم الان احساس میکنم؟ شما میدونید من چی دارم احساس میکنم؟ میخوام بهتون بگم من دقیقاً همین الان بعد از زدن این حرفا همین احساس رو دارم. بذارید یه مثال دیگه بزنم. من یک خونه تو هاوایی میخوام.
با یک بالکن پشت خونه که تو بالکن چند تا صندلی راحت گذاشتم. هر روزم میتونم اونجا بشینم، به اقیانوس نگاه بکنم و فکر کنم. باحال نه؟ چه احساسی دارید؟ در عین پر بودن و کامل بودن زندگی رو باید احساس بکنید. همین الان شاید شما الان احساسش نکنید. میدونید چرا احساسش نکردید الان؟ چون من الان اینجا تو سالن نشستم، هیچ آفتابی هم نیست، به اقیانوس خیره نشدم، چون این خونه تو ذهن من بود. من این خونه رو ندارم، من داشتم احساسش میکردم. من کامل بودن و پر بودن تو زندگی داشتم میدیدم. بذارید ساده بگم بهتون، اگه کسی این احساس پر بودن و کامل بودن زندگی رو نمیتونه الان داشته باشه، وقتی که روی همون صندلی راحتی که گفتم تو بالکن رو به اقیانوس هم نشسته باشه، بازم این احساس رو نخواهد داشت. بازم ناراضیه. اونجا هم برای خیلیا حوصله سربره، پشه داره براشون، پشه ها بهش حمله میکنن، از این دست چیزا. تازه خیلی هم گرمه اونجا. بعد حتما همین آدمی که دارم میگم که این احساس رو نداره، بعد میگه یه خونه بالاتر اون روی کوه اگه میگرفتم شاید خیلی بهتر بود، چون خیلی نزدیک به اقیانوس خیلی گرمه، چرا نرفتم منطقه بهتری بگیرم؟ اون کوها که اون پشت بودن باید میرفتم، اونجا باید میرفتم خونه میگرفتم، اونجا خنک‌تره. یعنی حتما اون خونه رو میفروشه، میره بالای کوه میگیره، اما متوجه میشه که اونجا سرده، نمیتونه شبا بیرون بخوابه، نمیتونه شبا بیرون باشه. بذارید یه جوری دیگه بگم، اگه روی دوچرختون نمیتونید احساس کامل بودن و لذت لحظاتتون رو به طور تمام عیار ببرید، یعنی لذت دنیا رو همین بودن رو دوچرخه نمیتونید ببرید، شما لذت کامل بودن زندگی رو وقتی که توی رویز فراری بنتلی هم باشید بازم نخواهید برد. ما ارزش‌گذاری‌های بیش از اندازه‌ای روی چیزهای اطرافمون میکنیم. میخوایم یه چیز خاصی به شکل خاصی اطرافمون باشه تا حتما اگر اینجوری باشه ما خوشحالیم، ما خوشحال میشیم. این بدین معنی نیستش که ما نتونیم محیط اطرافمون رو تغییر بدیم. میتونید در جهت تغییر محیط اطرافتون قدم بردارید. این خوبم هست به نظر من. در هر صورت به نظر من هر کسی اولویت هایی داره. یک سری معلم معنوی هستن، یادم نمیاد کیا، ولی میگن ما هیچ اولویتی نداریم. خب باشه، من قبول میکنم، ولی اونا بالاخره یه جایی دارن زندگی میکنن دیگه، یه جایی زندگی میکنن، یه جایی دیگه زندگی نمیکنن. منظورم اینه که یه ترجیحی برای حضورش توی اونجا داره، یه اولویتی داره، مگر اینکه یکی برداشته باشدش یه جایی دیگه دوباره گذاشته باشدش. یعنی شما میتونید یه جایی رو در هر صورت برای بودنتون ترجیح بدید. مثلا من میگم تو این کشور زندگی نمی کنم، میرم یه کشور دیگه، ولی تو همین کشور هم که هستم، حتی اگه به اون موقعیت و به اون جایگاه مورد علاقم به اصطلاح هنوز نرسیدم هم، میتونم تمام عیار به طور کامل زندگی رو احساس بکنم. یعنی زندگیم از هر جنبه کامل و پره. بذارید نکته آخر این ماجرا رو بگم. اون حسی که در درون خودتون دارید، هوشیاری در محیط بیرون همونو داره براتون منعکس میکنه.